салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 6 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи чорбоғ ноҳияи варзо дар байни шоҳалаб. ин баландиаш 2 метр пешаш шоҳалафе ки мо тахминан 1.5 моҳ пеш даравида будем ва ана онҷо нишонте 15 рӯз пеш даравида будем. аллакай чанд хел шудааст. як навор нишон додагӣ будам багмонам 15 рӯз пеш рӯзи офтобӣ буд ё 10 рӯз пеш буд намедонам. аллакай баланд шудааст. дидед мана ин шоҳалаф ман ҳозир як навор имрӯз партофтам. шоҳалафе ки 3 метр шудагӣ буд вай 3.5 моҳ вай моҳи июнда шинондагӣ буданд стаканчикошона июнда шинондагӣ буданд дар тарафи ҳазрати мавлоно. рости гап ман нарафта будам. ман гуфтам илтимос наворро ба ман партоед. наворро партофтан ҷони аниқаша намедонам. ман имсол мерем اونجا بسیار شنوندن. اونجا هزار دونه شنوندن. برای که مالدار هستن هزار شنوندن. شما دیدید که 3 متر شده 3 متر اکنون به معنی بد شده است. چون که تگاش علاقه سخت شدگی. لیکن شما هم خیلی 1 متر 1.5 متر میکنید درام میکنید. منم خیلی شیردار که میکنید شیردار پرس میکنید شیردار با گواتون تر میتید. اینا ببینید که علاقه منم اینا ببینید. این من چی تعریف کنم؟ شوالف از کلمه انگلیسی کینگ گراس گرفته شده نامشون شوالف موندگیان. با کلمه لاتینی با کدام انگلیسی نویسید کینگ گراس میبروید. نامش شوالف کینگ گراس. نامش رو باز تکرار میکنم. ما نموندیم. نامش رو خودی همون استفاده کننده ها شوالف موندگیان در حقیقت شوالف است. این یک کوردگر از الف درو الفتون رو نمیدونه کجا کنید. هم خیلی بسیار میشد. یک دونهش رو میشنونید از بخش بسیار میبروید. منم بیاید. من مهمه یک دونه شنوندگی بودم در همینجا. یک دونه. من ببینید چند دونه شدگی. زیاده از 20 دونه شدگی. هر یک این رو من بهار میبرم. منم ریشه چهار رو شده میگیرم. یک بل میزنم میبروید. این پتک ریشه است. یک بل میزنم هم خیلی گیر بگیر میبروید. ریشه رو با قیچی یا کورد جدا کرده با من تنوک میکنم. هر یک 50 سانتی متر دا میشنونم. شوالف این علف بسیار ساله است. 8 سال 10 سال درآمد میکنه. هر سال نمیشنونه. یک سال میشنونه تمام به همین. من خیلی بلند میشود. من تگش هم ببینید تگش با چقدر غوص است. علف چاکای جوانش ببینید چقدر شیره دار است. و حاضر درآمد کن. حاضر ما درآمد میکنیم. پیش گاو میبریم. و میبینیم که گاو چقدر میخورد. هرچند که گاو ما یم خوردگی سیر است. این یک بوتش رو درآمد میکنه یک گاو سیر میشد. منته درآمدش هم قین نیست. درآمدش آسان است. ولی با ما اینو دو ماه یکنی ماشو درآمد نکردیم. سالها کلانتر کردیم. رفتار شد. شما در یک ماه درآمد میکنید. این جوگوری برین ملایم است. بنا من همین اشواز ما پیش گاو میبریم رختگاه شد. من نمیشم پیش گاو میبریم ببینیم که گاو چه میخورد. همدارین عزیز این یک ما در داخل استکانچیک میبریم. هر ریشهش علاقه در درون استکانچیک ریشه گرفتگی است و سبزیدگی نیست. یک استکانچیکش 20 سومانی ما میبریم. شما حاضر مبلغش رو میتید و ما خدا خواهد آخر ینور اول فوریه میبریم با شما میتیم. گرفته در یگان جا میمونید و سبز نمیشود. اولی بهار شما زمین رو پوبل میکنید یا جوف میکنید و بعد با مانندی کانال کپاتل خطی یا که کتمان خطی جویه را چقدر میکنید و در همون مابین جویه جایی که آب میدود انا همونجا میشنونید و چقدر آب بسارتید این همون قدر تیز میدود. در زمین های لالوی میشود و دو بار میدروید. یکم مراتبه همون باران های بهاری خطی نغز هم خیلی خوشروی میدروید. دوی مراتبه که باران نیست هم قدر ممکن هم چقدر که لالمی بیده هست این هم همین خیلی میشود. اینو تازه کردن این از زمین آسان است. این همین یک برداشت دیگر این نیست میشود چون که پتک ریشه است. این
قومای نیست در پختازوروی شما هم نیست. خیلی که میگن در پختازوروی ما بسیار است. نه قومای است نه در پختازور است. سودان که میگن سودان که نیست. سودان که تخم میکند گل میکند، این تخم نمیکند گل نمیکند. این شو علف است. باز تکرار میکنم اگر که شما خواهید مبلغش رو به من میدهید، من به شما ینور میبیارم، فوریه ینور آخرش اول فوریه میبیارم و بینی جویا 1 متر میگیرید، بین نیهول 50 سانتی متر. من ببینید من 50 سانتی متر شنوندگی هستم، من اینو 50 سانتی متر هستم. من این طرف نشونته، الان اینجا نشونته 50 سانتی متر، الان همین 50 سانتی متر است. ببینید 50 سانتی متر لغت کردن همه پر کرده رفت من. بینشون 1 متر است، اینش 50 سانتی متر. ببینید که جای خالی نموند. پر شده رفت. الان حاضر ما باز میدوریم نوار رو، پیش گو میریم که ببینیم علف رو چه میخورد. همجوران عزیز چیکار که میبینیم گوی ما این علف ها رو دولنجا خورده ایستاده است، چون که این در حقیقت علف به نهایت شیره دار، علف کالریش کلان، شیر رو زیاد میکند. در 3 شبانه روز شیر رو 1.5 لیتر زیاد میکند. اینو ببینید، خدا نشو ببینید. بعد التماس در یک سوتی که 1 هکتار چقدر میرن؟ گفتم من نپرسید حساب کنید. جویاتون 1 متر در بین جویا 1 متر، بین نیهول 50 سانتی متر. خودتون حساب کنید چند تا میره. من مجبور نکنید که اگه حساب کنید در 1 هکتار چند تا میره. خودتون حساب کنید. اینا من سوتی خشم میگم. یک سوتی قیمت 10 و 10 جویا. هر جویا به 20 گیر و اگر 200 دانه در یک سوتی میرفته است. اون طرفش رو حساب کنید. من هم جوری عزیز ببینید چقدر ناز میخورد. این گو تو هم همینجوشو میخورد. یگان چی نمیموند. تو اوزا میخورد. ما از ما درخواست کنید. ما برای گو نگفتن همونه. این برای گو، برای گوسفند رو میخورد. باز برای گوسفند مخصوصش هست. باز مهمترش هست. برای گوسفند برو بردگی هستن. خواهید برای گوسفند میدوریم. شما یک هکتار از این باغ داشتگی باشد. شما علفتان رو بجا کنید نمیدونید. همقدر بسیار میشود. من هم جوری عزیز در خانه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.